طرف اومد پیش حاج آقا گفت حاج آقا من حال روحیم خیلی خرابه، یه دستورالعمل من بده حالم خوب بشه. حاج آقا رو کاغذ بند خدا یه چیزی نوشت و تا کرد داد به این دفعه پیش حاج آقا دور شد، کاغذ رو باز کرد دید نوشته ترکیه. گفت دم حاج آقا گرم. گفت آخونده عجب راهکارایی میدن. بعد رفت 2 هفته ساکو جمع رفت ترکیه اشغال. یک حالی هم داد ان شاء الله قسمتتون بشه، منتها روحانی کاروان ببرید با خودتون حتما. چون اصلا تنها یکی از جایی که روحانی کاروان میخواد همون ترکیه است. بعد این بنده خدا رفت، بعد 2 هفته برگشت گفت بذار این دستورالعمل حاج آقا رو بردارم ببوسم بذار رو چشم. اینقدر این دستورالعمل خوب بود حال ما رو جا آورد. رفت تاقچه برداشت، کاغذ رو باز کرد دید حاج آقا نوشته تزکیه. نکته اخلاقی، از آخوند هر راهکاری گرفتید دقیق ببینید. آره چون اشتباهی سر از یه جایی دست بدید. گوشیاتون رو بردارید به همسراتون پیامک بدید عاشقتم. خدا وکیلی همسرتون هر جوابی داد بدون سانسور کپی پیست کنید، کامنت کنید ببینیم چی نوشته. شما این کارو انجام بدید. برای کدوم بفرستم؟ اوه اینو بگید. یک کارشناسی توی همایشی این کارو کرد، آقایون و خانم‌ها برای همسراشون نوشتن عاشقتم. جوابا جالبه. یکی نوشته بود با من بودی. دومی نوشته بود متوجه منظورت نمیشم. سومی نوشته بود باز ماشین رو کجا کوبونی داغون کردی. چهارمی نوشته بود چقدر پول لازم داری حاشیه نرو. پنجمی نوشته بود چیه باز امشب آوریدینا میخوام بیاری اینجا. ششمی نوشته بود یه راست برو سر اصل مطلب. من عاشق این هفتمی ام. جواب هفتمی مثل هیچکاکه، تعلیق داره. هفتمی نوشته بود شما. حاجی اجل خودت هم استرس بده ببین چی میگن. منم می‌نویسم ولی امیدوارم جواب منو دریوری نگه. این داستان جالبه، یه مهارت قشنگ یاد هممون میده. طرف میگه من هر شب دیر میومدم خونه 1 و 2 نصف شب. هر شبم آروم از در که میومدم داخل میدم مادرم بیدار نشسته سوزن نخ دستشه. میگم مامان این سوزن رو من نخ می‌کنی؟ یه شب گفتم نه نه 2 نصف شب چی می‌خوای بدوزی؟ هر شب سوزن نخ دستت گرفتی. هی به ما میگی سوزن رو نخ کن. گفت نه نه من چیزی نمی‌خوام بدوزم که. میگه پس این سوزن نخه چیه؟ میگه مامان می‌خوام تست مستی ازت بگیرم. خدا شاهد پلیس آمریکا اینجوری تست مستی نمیگیره که. به افتخار همه ننه ها. ماشاءالله ننه باریکالله. امروز ما شوفر اتوبوس شدیم، یه تعداد مسافر مشتی داریم. میخوایم بریم تهرون. بریم؟ 1 2 3 برو. قدم کن میرویم تحت تامین شهر تهرون میرویم. آخرم رانندرو آخرم رانندرو هم کلاج و دندرو دمت گرم جو بحال بندرو آخرم رانندرو هم کلاج و دندرو. اگه خدایی راننده پیدا کردی یه همچین مسافرای با عشقی داشته باشه من جایزه میدم. دمتون گرم. افتخار هر کی با عشقه.